آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته. کی منتظر نشسته؟ سلام کوچولوی خوشگل من و بزرگترای عزیز که همراه ما هستیم. قصه امروز ما قصه خونه مادر بزرگ مهربونه. خونه مادر بزرگ مهربون اندازه یه غربیل بود. اتاقی داشت اندازه یه بشقاب، حیاتی داشت اندازه یه سینی و درخت سنجدی داشت اندازه یه جارو دستی. مادر بزرگ مهربون قصه ما یه آینه و شمدون، یه گلدون گلگلی هم گذاشته بود رو تاقچه خونش که اتاقش خالی نباشه. صبح که خورشید خانوم موهای زرد و طلاییشو باز کرد و اومد تو آسمون، مادر بزرگ مهربون ما حیاتشو شست، اتاقشو جارو زد، رفت از توی صندوقچه بافتنیشو در آورد و شروع به بافتن کرد. عصر که شد شامشو پخت، منتظر بود تا ماه زیبا دست ستاره ها رو بگیره و بیاد تو آسمون، اما خبری نبود. مادر بزرگ مهربون ما رفت تو حیاط، آسمون رو نگاه کرد، دید وای، یک باد قوی و بزرگ داره میچرخه 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 و ابرها رو تو آسمون جمع میکنه دور هم. نگاه کرد، دید ابرها جمع شدن تا حسابی تمام آسمون و ابرها گرفته بود. یواش یواش ابرها که به هم چسبیدن شروع شد به بارون اومدن. بارونی قشنگ و زیبا از آسمون به زمین میریخت. بچه‌ها، این بارون زیبا داشت درخت‌ها و گل‌ها رو آب میداد و زمین تشنه رو سیراب میکرد. مادر بزرگ مهربون ما دوید رفت تو اتاقش، پنجره ها رو بست، در رو بست، چون صدای باد و بارون خیلی زیاد بود و نمیخواست بارون تو اتاقش بیاد. شامشو خورد و رخت خوابشو پهن کرد. هنوز چشاش گرم نشده بود که صدای در اومد. مادر بزرگ مهربون شمع رو برداشت و رفت جلوی در رو وا کرد. یه گنجشکی پشت در بود. گنجشک به مادر بزرگ مهربون گفت: مادر بزرگ، امشب هوا سرده، من جایی رو ندارم امشب بخوابم، میشه امشب پیش تو بمونم؟ صبح که شد میرم. مادر بزرگ مهربون ما دلش به حال گنجشک سوخت. آخه گنجشک خیس شده بود، پراش به هم چسبیده بود. گفت بیا 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 تو، بگیر یه گوشه بخواب. گنجشک رو برد یه گوشه خوابون و رفت تو رخت خوابش. اما بچه‌ها، هنوز چشاش گرم نشده بود که دوباره دید صدای در میاد. رفت جلوی در رو باز کرد، دید یه گاوی پشت در وایساده. گفت بله بله. آقا گاوه برگشت، گفتش که مادر بزرگ مهربون، من امشب جایی رو ندارم، بیرون خیلی سرده، بارون داره میاد، میشه من امشب پیش تو بمونم؟ صبح که شد پا میشم میرم. مادر بزرگ دلش واسه آقا گاوه سوخت. گفت باشه باشه عزیزم، بیا تو هم بیا تو، بمون پیش من امشب. گاوه اومد تو، رفت یه گوشه خوابید. مادر بزرگ رفت تو رخت خوابش، اما بچه‌ها هنوز چشش گرم نشده بود که دید دوباره در میزنن. رفت دم در. این دفعه که در رو وا کرد، دید یه مرغی، خانوم مرغه توپل خوشگل پشت در وایساده، پراش خیس شده بود. گفتش که مادر بزرگ مهربون، من امشب بیرون جا ندارم، هوا سرده، بارون میاد، من بیام امشب پیش تو بمونم؟ صبح که شد پا میشم میرم. گفت باشه، تو هم بیا تو. خانوم مرغ هم اومد تو، رفت یه گوشه واسه خودش خوابید. اما بچه ها تموم نشده بود. مادر بزرگ رفت تو رخت خواب، اما هنوز چشاش گرم نشده بود که یه دید در میزنن. دوباره رفت دم در، دید این دفعه یک کلاغ سیاه دم در وایساده. گفت بله آقا کلاغه. گفتش که مادر بزرگ، من جا ندارم، امشب هوا سرده، بارون میاد، خیس شدم، منو راه میدی خونت؟ گفت باشه آقا کلاغه، تو هم بیا برو یه گوشه بخواب. کلاغه گفت باشه، من تا صبح میمونم، صبح که شد میرم. مادر بزرگ رفت تو رخت خواب. دیگه این دفعه گفت دیگه میخوابم، این
بقیه هم که اومدن تو اتاق میگیرن میخوابن، اما بچه ها هنوز چشاش گرم نشد و دوباره در زدن. رفت در رو وا کرد، گفت دیگه کی میتونه باشه؟ دید یک سگ بزرگ سفید قشنگ پشت در وایساده. سگ برگشت گفت مادر بزرگ مهربون، من یخ کردم بیرون، جا ندارم، بارون میاد، باد میاد، امشب بیام پیش تو بمونم، صبح که شد پا میشم میرم. مادر بزرگ گفت باشه، تو هم بیا پیش من بمون، یه جا واسه خودت پیدا کن بخواب. خلاصه مادر بزرگ اومد خوابید و همه حیوانای دیگه هم هر کدوم یه گوشه تو این اتاق کوچیک گرفتن خوابیدن تا صبح شد. صبح همه از خواب پا شدن. مادر بزرگ صبح از خواب پا شد، دید وای خونش جای راه رفتن نداره. آخه گفته بودم خونش خیلی کوچیک بود. رفت سراغ گنجشکه. به گنجشکه گفت گنجشکه کشی مشی، صبح شده، پاشو برو دیگه میتونی بری. گنجشکه گفت مادر بزرگ مهربون، من که جیک جیک میکنم برات، تخم کوچیک میکنم برات، بذارم برم. مادر بزرگ دلش واسه گنجشکه سوخت، گفت نه عزیزم، پس تو پیش من بمون. رفت سراغ آقا گاوه. به آقا گاوه گفت آقا گاوه پاشو دیگه صبح شده، پاشو برو. آقا گاوه برگشت گفت مادر بزرگ مهربون، من که مو میکنم برات، مزرعه رو شخم میزنم برات، بذارم برم. مادر بزرگ گفت نه، تو هم بمون. خب تو هم پیش من بمون. دلش سوخت واسه گاوه. رفت سراغ خانم مرغ توپل خوشگل. خانم مرغ پاشو صبح شده، پاشو برو دیگه. خانم مرغ برگشت گفت خدا مادر بزرگ مهربون، من که قط میکنم برات، تخم بزرگ میکنم برات، بذارم برم. گفت خب نه، تو هم بمون. دلش نیومد مرغرم بگه برو. رفت سراغ کلاغه. گفت آقا کلاغه پاشو دیگه، وقت رفتن صبح شده، پاشو برو. آقا کلاغه اومد گفت مادر بزرگ مهربون، من که قار میکنم برات، همه خبرها رو برات میارم، بذارم برم. گفت خب نه، تو هم بمون اینجا. دلش سوخت واسه اون. آخر رفت سراغ سگ خوشگل سفید. گفت آقا سگه، تو هم پاشو برو دیگه، صبح شده دیگه، تو پاشو برو، وقت رفتنت شده. سگ برگشت گفت مادر بزرگ مهربون، من که واق میکنم برات، دزد و بی دماغ میکنم برات، بذارم برم. گفت خب نه عزیز من، تو هم پیش من بمون. عزیزای دل من، این شد که همه این حیوونا پیش مادر بزرگ مهربون ما موندن، چون این مادر بزرگ دلش نیومد اینا رو بیرون کنه دیگه، و هر کدومشون در کنار مادر بزرگ کمک کردن که مادر بزرگ به خوبی زندگی کنه و کارای مادر بزرگ رو انجام بدن، در کنارش باشن، خوشحالش کنن. این بود قصه مادر بزرگ مهربون ما که همه حیوانای خوب رو تو خونش جا داد و از خونش بیرون نکرد و در کنارشون با خوشی و شادی زندگی کرد. عزیزای دلم، این بود قصه امروز ما. خیلی ممنونم که قصه های منو گوش میدین، کوچولی های خوشگل من و بزرگترهای مهربون، و لایک میکنید و با گوش دادن این قصه ها من انرژی بیشتری میگیرم که قصه های بیشتری رو براتون بگم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. بوس به صورتهای قشنگ شما کوچولوهای عزیزم و تا یه قصه دیگه به خدا میسپارمتون. راستی بچه های عزیزم، اگر دوست داشتین این قصه رو لایک کنید و با لایک کردنتون من خوشحال میشم که میبینم شما شنونده های عزیزم رو دارم که قصه های منو گوش میدن.